سلام دوستان، با سلسله درس های آموزشی زبان انگلیسی ادامه می دهیم. در درس امروز در مورد تلفظ ترکیب دو حرفی او یعنی او در زبان انگلیسی یا در زبان انگلیسی صحبت میکنیم. ترکیب او در کلمه های زبان انگلیسی چند نوع تلفظ می شود. به همین خاطر مهم است که به هنگام یاد گرفتن معنای کلمه هایی که دو حرف او در کنار هم دارند در ترکیبشان تلفظ درست این کلمه ها را نیز همراه با معنایشان در خاطر نگه بدارید. یکم، دو حرف او که در کنار هم بیایند آواز اوی دراز را افاده می کنند، مانند حرف او در کلمه های دور و نور در زبان مادری ما. در این کلمه ها حرف او کشیده مثل دو او یا او تلفظ می شود. من در این جدول چند مثال را آوردم که با هم می بینیم. در ستون اول جدول نوشت کلمه ها آورده شده است. در ستون دوم این جدول تلفظ کلمه ها هم با آوانگاری زبان انگلیسی و هم با طرز نوشت تلفظ به زبان خودمان آورده شده است و در ستون سوم ترجمه این کلمه ها آورده شده است. در اینجا اول کلمه مون را میبینیم که دو تا آ کناری هم در ترکیبش آمده است. من این دو تا آ را با یک خط در زیرشان نشان دادم و تلفظ این کلمه با آوانگاریش اینجا با انگلیسی آورده شده که میشود مون و این هم تلفظش با خط سیریلیک نشان داده شده که باز هم مون گفته و این هم معنایش است که میشود ماه. کلمه دیگر روم است که در اینجا هم ما دو تا حرف او در کنار هم داریم و تلفظش میشود روم که اینجا هم آوانگاریش به زبان انگلیسی نشان داده شده و این هم تلفظش با خط سیریلیک نشان داده شده و معنایش چی است؟ اتاق یا کابینت. و اینجا هم کلمه دیگر رو داریم سپون که نیز دو او دارد و تلفظش می شود سپون و معنایش می شود قاشق. و کلمه دیگر رو داریم که گروم، این هم دو تا او کناری هم دارد، تلفظش می شود گروم و معنایش می شود شه، داماد یا در بعض جایها پادشاه می گویند در تاجیکستانی ما. و مورد دوم استفاده دو حرف او را در کنار هم می بینیم. دو حرف او در کنار هم که اینجا ما نشان دادیم آواز اوی کوتاه را افاده می کند، مانند حرف او در کلمه های بوز و برد در زبان مادری ما. در این کلمه ها حرف او با تخفیف یعنی اختصار تلفظ می شود. ما در این جدول این کلمه ها را نشان دادیم. در ستون اول نوشت کلمه ها آورده شده، در ستون دوم تلفظ آنها آورده شده و در ستون سوم ترجمه آنها یا معنای این کلمه ها آورده شده است. خب کلمه اول چی است؟ بوک که اینجا تلفظش را میاریم بوک و تلفظش با سیریلیک بوک و معنایش میشود کتاب. کلمه دیگر است کوک، اینجا هم آوانگاریش یعنی تلفظ انگلیسیش با علامت های انگلیسی آورده شده. خب توجه کنید که این صدایی که در بین ما نشان دادیم این همون اوی کوتاه است در زبان انگلیسی این. و معنای کوک چی میشه؟ پختن. و کلمه دیگر رو میبینیم که good که معنایش خوب است و این تلفظ انگلیسیش آورده شده با علامت های انگلیسی. این خودی اوی کوتاه است و این هم تلفظ کلمه good با حروف سیریلیک. کلمه دیگر رو ما داریم look که اینجا تلفظش آورده شده است. میبینیم که اینجا همون اوی کوتاه رو نشان داده است و این هم
تلفظش به خط سیریلیک لوک و معنیش چی میشود؟ نگاه. البته تلفظ من هم باید بگویم که خیلی انگلیسی عالی نیست، اما شما همین را هم یاد بگیرید، به تدریج باز با تلاش های خودتون بهتر تلفظ انگلیسی را از خود خواهید کرد. خب مورد سوم استفاده دو حرفی او رو میبینیم. دو حرفی او در کنار هم که می آیند آواز آی دراز را استفاده میکنند، مانند حرف او در کلمه های باد در زبان مادری ما. در این کلمه ها حرف آ طولانی تر تلفظ میشه. مثلا اینجا ما باز همون جدول رو آوردیم که نوشتی این کلمه ها، تلفظ و ترجمه این کلمه ها رو در این جدول آورده ایم. ببینید اینجا نوشته شده پا یعنی به معنای فقیر. اینجا همون علامت آی دراز است، در آخرش با یک حرف ری کوچک تلفظ میکنم، مثلا پور میگن، پور یعنی کمک ری هم در آخرش تلفظ میکنه که معنایش میشه چی؟ فقیر. یا که دور که مثل که میشنید که مثل در آخرش حرفی ری دارد، اما این همون آی دراز است. دور. اینجا هم که ببینید در آوانگاریش اینجا یک آری کوچک یعنی حرف اری کوچک را نشان داده است که نشان میدهد که ما این را در آخرش یک ری بسیار خفیف تلفظ میکنیم، پور. یا که دور که معنیش دور میشود در. یا کلمه دیگر که داریم فلور، این هم تلفظش هست، آوانگاریش که آی دراز رو ما اینجا آوردیم و این هم تلفظش تقریبا به زبان تاجیکی ما همین گونه می شود که معنایش فرش می شود. البته شما باید در آینده کوشش باز بکنید که جمله های انگلیسی را بشنوید، کلمه های انگلیسی را بشنوید، با سخنرانی ها، با حرف زدن های انگلیسی در ویدیو یا که در شکل آدیو گوش بدین تا اینکه تلفظ این حرف ها را درست‌تر باز یاد بگیرید. این البته یک مقدمه است برای یاد گرفتن شما. و مورد چهارم استفاده دو حرف آ را در کنار هم میبینیم. در این مورد دو حرف آ آواز ا را افاده میکند، مانند حرف ا در کلمه بد در زبان مادری ما. باز هم ما با جدول رو میاریم که در اینجا نوشت، تلفظ و ترجمه این کلمه ها آورده شده است. اینجا کلمه رو میبینیم که نوشته شده BL دوتا او و دی که تلفظش میشود چی؟ بلد. اینجا هم همون آوازی است که همین دو حرف او آواز چی را؟ ا را افاده کرده است و این هم تلفظ همین کلمه به خط سیریلیک آورده شده است و این هم همون آواز ا است و معنای خود کلمه می شود خون. یا کلمه دیگر رو می بینیم که FL دوتا او و دی است در آخرش، این تلفظش می شود فلاد که همین دوتا او آواز ا را افاده کرده است که این علامت آواز ا است و این هم تلفظش به حروف تاجیکی فلاد و معنایش می شود سیل. خوب، همین بود مختصر دوستان درباره تلفظ دو حرف او در کلمه های زبان انگلیسی. امیدوارم موفق باشید. در پناه خداوند باشید.